به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شما عزیزان بیننده. امید جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تنتان باشد و در کنار خانواده ایتان در امان باشین. عزیزان بیننده، شما را خوش آمدید میگم به برنامه سنگ صبور در این هفته. و این برنامه ما قسمی که شما شاهد هستین برنامه زنجیری هست و در هر برنامه روی یک موضوع خاص مختص به معلولین عزیز ما صحبت داشته می باشیم و در این برنامه هم روی از این صحبت خواد کردیم که تربیت شنوایی و آشنایی با تربیت شنوایی خواد داشتیم که تربیت شنوایی چیست و چه رقم این مرحله انجام میشه و چی مراحل داره و توسط کی انجام میشه. مثل همیشه جناب کفایت الله رویین کارشناس برنامه را با خود داریم. رویین صاحب شما را خوش آمدید میگیم. تشکر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بر شما و سلام برای همه عزیزایی که بیننده برنامه هستند. وقت همیشون بخیر. امید زندگی خوب و خوشی داشته باشین. همچنان امید شما هم جور و صحتمند و سرحال باشین و ان شاء الله که زندگی خوش سلامت باشین. خب جناب رویین صاحب، اگر شروع کنیم از این که تربیت شنوایی چیست تا بیننده های عزیز ما هم بدانن و چی مراحل و چی اهمیت داره و چگونه صورت میگیره، بعد از باز روی مراحلش صحبت میکنیم ان شاء الله. اکثرا کسایی که در بخش توانبخشی کودکان یا او اشخاصی که دچار نقص شنوایی هستند کار میکنن با یکی از موارد مهم و جدی که روبرو هستند او تربیت شنوایی هستند. چون اکثرا کسایی که دچار نقص شنوایی هستند با اونا نیاز است و باید آموزش ببینن تا ای که صدا را خوب بشنون، با صدا خوب گوش کنن و ازش بالاخره استفاده کنن و از صدا مفهوم بگیرن. که این مورد و گرفتن مفهوم از صدا و استفاده از صداها زمان میشه که کودک دچار نقص شنوایی است تربیت شنوایی را آموزش ببینه که با تربیت شنوایی امکان پذیر است. و اکثرا ما به این باور هستیم که کسانی که دچار نقص شنوایی هستند اینا میتونن صداها و کلمات را که میشنون درک کنن، اما با شدت ضعیف، در صورتی که متاسفانه درست نیست. کسانی که دچار نقص شنوایی هست، کسایی که از لحاظ شنوایی مشکل دارن، اونا از لحاظ کیفیت صدا با اشخاصی که به شکل طبیعی است خیلی تفاوت داره. نه تنها که نمیتونه ضعیف بشنوه بلکه کیفیت صدا و همچنان در اونا بسیار متفاوت است. ممکن بیشتر اوقات اونا صدا را اکثرا صداها را به شکل مشابه میشنون و نمیتونن تفکیک کنن. و ما گفته نمیتونیم که یعنی همون میزان شنواییشان خیلی پایین است و تفکیک صداهای که هر جملات با هم نوا میشنن. درست؟ بدون شک که باز ما نسبت به اینا یک باور اشتباه داریم که گویا اونا هم در سطح ضعیف با شدت پایین میتونن کلمات و صداها را درک کنن، در حالی که این گونه نیسته. و گفته میتونیم که تربیت شنوایی نمیتونه به اصطلاح از باقی مانده شنوایی که یک شخص دچار نقص شنوایی داره او باقی مانده شنوایی را تربیت شنوایی افزایش بده، بلکه یک عامل است تا ای که شخصی که دچار نقص شنوایی است از باقی مانده شنوایی خود به حد اکثر استفاده کنه و استفاده خوبی داشته باشه و بتونه در زندگی خود موفق شود. و در کل که اگر بگوییم که تربیت شنوایی چی است، تربیت شنوایی را تعریف های گوناگون برش صورت گرفته. در کل با آموزش های اطلاق میشه، با آموزش های گفته میشه که بر فردی که دچار نقص شنوایی است کمک میکنه تا ای که از باقی مانده شنواییش حد اکثر استفاده را کرده بتونه. متاسفانه در جامعه ما عام است که اکثرا ما کودکانی داریم که از لحاظ شنوایی مشکل داره، اما در حد بسیار زیاد نیست، اما او مهارت هایی که برش نیاز است، او وسایلی که باید تو داشته باشه تا بتونه از باقی مانده شنوایی استفاده کنه متاسفانه نمیتونه. یا گفته میتونیم یک زمینه ایجاد ارتباط از خود تربیت شنوایی برو اشخاص، برو متخصصین، برو آموزگارایی که میخوان کودکی که دچار نقص شنوایی است تربیت کنن تا او توانایی های کودک را، او ظرفیت هایش را رشد بدن که بتونه از او باقی مانده شنوایی و گفتار خود استفاده کنه. یعنی این میشه به اصطلاح
به اصطلاح ما گفته میتونیم که این مربوط میشه به تربیت شنوایی. یعنی در خیلی از موارد بسیار مهم است و بسیار ارزشمند است و ما تصور میکنم که برنامه امروزی ما لااقل یک عامل شود تا ای که خانواده های عزیز، والدین عزیزی که همین لحظه برنامه را بیننده هستند بتانند از طریق این برنامه با او آموزگارا و استادهایی که با کودک ناشنوا یا او کودک هایی که دچار نقص شنوایی هستند آموزش میدهند و در ارتباط هستند با اونا بیشتر در تعامل شوند، بیشتر ارتباط برقرار کنند و ای که معلم کدام نکات را مراعات کنه، با معلم باید کدام دانش‌های خود را، مهارت‌های خود را افزایش بده و چگونه باید کودکی که دچار نقص شنوایی است بحث کنه که دقیقاً محتوای بحث امروز ما را تشکیل میده. بله دقیقاً. خب این واژه‌ایه که تربیت شنوایی در کشور عزیز ما افغانستان البته خیلی کم استفاده میشه، چون که شاید اطفالی که شنواییشان کم هست و میزان شنواییشان با قدر بالا نیست که تفکیک کنه کلمات را، شاید سر اونا قدر توجه نشه و اونا از نظر دور انداخته شون. اما گفته میتونیم که مراحل تربیت شنوایی کدام ها هست و چگونه صورت میگیره تا کسی که تا کودکی که شنواییش کم است شنوایی از او شنوایی خود را دوباره به دست بیاره. در حقیقت زمانی که ما از آموزش میگوییم همیشه آموزش بخصوص در افرادی که دچار معلولیت هست استثنایی هستند. اینا با مراحل سلسله مراتب بیشتر روبرو هست. یعنی آموزش اینا از لحاظ وقت، از لحاظ کمیت، از لحاظ کیفیت بسیار متفاوت است. بنابراین تربیت ناشنوا هم از خود مراحل خاص خود را داره و ما میتونیم در چند مرحله تربیت شنوایی را به یک کودکی که دچار نقص شنوایی است آموزش بدیم. اولین مورد توجه به صدا هست. اگر یک کودک ناشنوا در اولین مورد که در بحث تربیت شنوا مطرح میشه توجه به صدا است، اگر این به صدا توجه نمیکنه این به این معناست که کودک نمیتونه از او صدا به اصطلاح درک فهمی داشته باشه، هیچ نتیجه به دست نمیتونه بیاره و بالاخره تا زمانی که به صدا توجه نکنه. اولین موردی که باید سرش کار شود، اولین مرحله تربیت شنوایی توجه به صداست. دومین مورد که بسیار مهم است که باید جدی گرفته شود او کشف صدا هست. کشف صدا یعنی آگاهی کودکی که دچار نقص شنواست به اصطلاح از صداهایی که وجود داره. خیلی از اوقات صدا هست اما کودک که دچار نقص است ازش آگاهی نداره و زمان کشف صدا مرحلهش صورت میگیره که صداها در محدوده شنوایی باشه، یعنی فرکانسش امو مگاهرتز صدا در حد باشه که شنیده شود، یعنی قابل شنیدن باشه. سومین مرحله که بسیار مهم هست او مرحله متمایز ساختن صداست. یعنی تشخیص و تفاوت هایی که بین صداها هست کودکی که دچار نقص است این را باید یاد بگیره در مرحله سوم. و چهارمین مورد شناسایی صداست. تشخیص همراه با درک. تفاوت مرحله تشخیص با متمایز کردن صدا در است که در مرحله شناسایی صدا درک وجود داره. بر علاوه که یک کودک دچار نقص شنوایی است در مرحله شناسایی صدا بعضی صداها را درک میکنه اما در مرحله متمایز صرف فرق قائل میشه. و آخرین مرحله که خیلی مهم است مرحله درک صداست که در آخرین مرحله از صدا به یک نتیجه میرسه که در کل بحث تربیت شنوایی را احتوا میکنه. و باید یادآور شوم که یکی از مواردی که در این بحث خیلی مهم است تربیت کودک ناشنوا تربیت شنوایی معمولا به دو شکل انفرادی و گروهی صورت میگیره. یک به شکل انفرادی که هست بعضی خوبیت های خاص خود را داره، همین گونه به شکل گروهی هم که کار میشه همراه کودک ناشنوا یا او کودکایی که نقص شنوایی دارن یا کم شنوا هستن به شکل گروهی و انفرادی مزایا و به اصطلاح کمی ها و خوبی های خود را داره. به شکل انفرادی خوبیش از زمانی که انفرادی با یک کودک دچار نقص شنوایی کار میشه
از ضیاع وقت جلوگیری میشه. یک استاد معلم میتونه آموزگار به شکل کامل به یک کودکی که دچار نقص شنوایی است متمرکز شود و کار خوبتر کنه و بهتر نتیجه بگیره. و استاد نسبت به اینکه وقت دیگر شاگردا در قبال یک شاگرد ضایع نشه کاملا آرام هست و راحت است و خوب کار میکنه و نتیجه بهتر میگیره. همین گونه به شکل گروهی هم که کار میشه بعضی مزایای خود را داره. مثلا استاد هیچ وقت در بحث گروهی کار با کودکانی که دچار نقص شنوایی هستند به شکل گروهی هیچ وقت احساس خستگی نمیکنه. در بعضی تمرین ها و مهارت هایی که میخواد برای یک کودک یاد بده میتونه از بعضی کودک های دیگر هم استفاده کنه. اما متاسفانه در افغانستان اولا خب باید یادآور شم که مراکز کار با کودکان استثنایی به خصوص ناشنوا در افغانستان بسیار محدود است. مراکز بسیار کمی وجود داره. چند مرکز خاصی است که با اینا کار میکنن، البته به شکل گروهی. و متاسفانه یکی از مشکلات دیگری که امروزه در مکاتب استثنایی و در مکاتبی که با کودکان ناشنوا کار میشه اویی است که امو طبقه بندی کودکان ناشنوا، کسایی که دچار نقص هستند نمیفهمند. یعنی باید طبقه بندی به اساس درک گفتار شود. اکثرا امروز در مکاتب و در مراکز به اساس سن و اینات میشه، به اساس گفتار تنظیم میکنن صنفا را. متاسفانه این درست نیست و اهداف و عمده تربیت شنوایی همین درک گفتار است، توسعه درک گفتار است، اینا را تشکیل میده. یعنی در خیلی از موارد ما باید این را جدی بگیریم که زمان اگر به شکل گروهی هم است لااقل ما بتونیم او طبقه بندی هایی که استعدادها و ظرفیت ها و درک ها همسان باشد تا صنف نتیجه بده و ما به مفهوم برسیم. دقیقاً باید ما این میزان در نظر گرفته باید صنف ها تقسیم بندی شود. دقیقاً سلامت باشین. با می گفته شما میریم به وقفه. عزیزان بیننده وقفه کوتاهی داریم، دوباره زود در خدمت شما برمیگردیم. جای نرین، با ما باشین. خب بیننده های عزیز، دوباره شما را خوش آمدید میگم. برنامه خودتان برنامه سنگ صبور هست و بیننده این برنامه از تلویزیون هلال هستین. عزیزا اگر برنامه ها از پیش شما گذشته و کل برنامه ها را دیدن نتونستین، تشویش نکنین. در یوتیوب تلویزیون هلال برنامه های ما به شکل مسلسل قرار داره و در هر برنامه روی یک موضوع خاص صحبت کردیم. خب و موضوع امروز ما هم روی تربیت شنوایی هست و به این صحبت کردیم قبل از وقفه که تربیت شنوایی چی هست، چی اهمیت داره و چگونه صورت میگیره و کدام مراحل از او هست. خب جناب روینسب، معلمانی که در تربیت شنوایی کار میکنن کدام موارد را باید در نظر بگیرن تا در این زمینه کار بتانن و خدمت بتانن تا امو میزان شنوایی یک کودک که زیر دست اونا هست بالای اونا کارشان نتیجه بده؟ بدون شک یکی از موارد بسیار مهم و جدی که باید روش کار شود و اکثرا اهداف عمده توانبخشی در کودکان ناشنوا را تشکیل میده. او کودکایی که دچار نقص شنوایی هستند او اعتماد به نفس، ایجاد اعتماد به نفس و تقویتش در این افراد هست که باید اعتماد به نفس اینا رشد کنه، عزت نفسشان افزایش پیدا کنه و این برمیگرده برای این که یک استاد چگونه دانش داره، کدام مهارت ها را داره و چگونه با یک کودکی که دچار نقص شنوایی است کار میکنه. اولین موردی که خیلی مهم است و ارزشمند است که یک استاد، یک معلم، یک آموزگار که با یک کودک دچار نقص شنوایی است کار میکنه باید روی این مورد کار کنه و جدی بگیره. او گردآوری یا جمع‌آوری اطلاعات مفید است. هرگاه ما تصور میکنم یک استاد با اطلاعات کافی و اطلاعاتی که مورد نیاز است داشته باشه و با زمانی که در یک صنف وارد میشه و میخواد با یک کودک دچار نقص شنوایی کار کنه میتونه بسیار وسیع و جامع و بسیار راحت و با آرامش بیشتر کار مثبت‌تر و با نتیجه بیشتر را انجام بده. برعکس اگر در زمینه خاص به خصوص کودک ناشنوا اگر
آشنایی نداشته باشه، معلومات مفید نداشته باشه، بناهن کار کردن او با کودک ناشنوا نتیجه خوبتر نمی داشته باشه. بناهن اولین مورد که خیلی مهم است، اطلاعات کافی باید داشته باشه و اطلاعات در چند مورد خیلی مهم است. اول میزان نقص شنوایی هست. در زمینه میزان نقص شنوایی کودکان باید آگاهی داشته باشه یک استاد که آیا سطح ناشنوایی یک کودک پایین است، متوسط است یا بلند هست، در کدام سطح است و این تعیین سطح ها میتونه کمک کنه تا اینکه برنامه ها را نظر به سطحشان تنظیم کنه و او برنامه ها نتیجه بخش باشه. دومین مورد سن وقوع هست. هرگاه یک استاد از این بفهمه و بدانه که در کدام سن کودک دچار افت شنوایی شده، در کدام سن برش نقص شنوایی ایجاد شده، این کمک میکنه تا برنامه های خود را طور تنظیم کنه که به اساس سنشان باشه و مؤثر واقع شود. مثلا اگر یک کودک بعد از سن 5 سالگی دچار نقص شنوایی میشه، بدون شک برنامه‌ای که برش ساخته میشه کاملا متفاوت است، مراحل ابتدایی حذف میشه و پیشرفتش نتیجهش بیشتر است. چرا یک کودکی که در سن 5 سالگی دچار نقص شنوایی میشه این نسبتا آگاه است، بعضی مسائل را، بعضی صداها را، بعضی گفتارها را تا سن 5 سالگی آموخته و این مشکلاتش بسیار کم است. اما یک کودکی که به اصطلاح مادرزاد دچار نقص شنوایی است که سنش مثلا در 1 سالگی بوده دچار نقص شنوایی شده، این برنامه ریزیش کاملا با یک کودکی که بعد از سن 5 سالگی دچار نقص شنوایی شده این بسیار مهم است که باید این را جدی بگیرن. این باید هر دو که در دو سن متفاوت قرار دارن باید همون مراحل تربیت شنوایی از یا باید تغییر کرده باشه و مراحل وسایل و همه چیزاش باید همچنان. این خیلی مهم است که این سن را باید جدی بگیرن. بله. و سومین موردی که باید یک استاد در این مورد آگاهی داشته باشه علاقه و خواستها و نیازهایشان است که چی خواستا و چه علایق و این موارد است که باید این جدی بگیره و استاد ازش آگاهی داشته باشه و این میتونه خیلی کمک کننده باشه برش. و سومین موردی که خیلی مهم است زمان پیش زمینه هایی که برای ایجاد یک مهارت در یک کودک نیاز است. مثلا ما میخوایم یک مهارت را برای کودک که دچار نقص شنوایی یاد بدیم، باید ما بدانیم که یک مهارت چگونه به یک کودک آموزش داده میشه. متاسفانه اکثرا کسایی که در افغانستان در این زمینه کار میکنن این مهارت ها را به شکل کامل یاد ندارن، به خصوص مکاتبی که وجود داره، چون نتایجی که هست، آمارهایی که هست نشان میده که اینا به شکل تخصصی آنچه که نیاز هست کار صورت نگرفته. اولین موردی که خیلی مهم است در بحث آموزش یک مهارت به یک کودک او علاقمندی، شناسایی توانایی ها و استعدادها و علاقه است. بله. که از نظر فیزیولوژیک زمانی که ما به یک کودک مهارت را یاد میدیم او باید از لحاظ ذهنی، از لحاظ فیزیولوژیک آماده باشه. مثلا ما نمیتونیم در زندگی مثلا از یک کودک طبیعی 6 سال که سنش 6 سال است ما ازش توقع داشته باشیم که راه بره. همین گونه از یک کودکی که دچار نقص شنوایی است هم نمیتونیم توقع کنیم که عمیقاً یک کلمه را، یک صدا را درک کنه. باید استاد بسیار صبور باشه و بسیار با مهارت باشه تا اینکه این مهارت را جدی بگیره و بتونه یک مهارت خوبی را برای یک کودک یاد بده. دومین موردی که در بحث ایجاد یک مهارت مهم است که باید استاد بفهمه و بدانه که کودک قبلا دچار بیماری های جسمی و روانی بوده یا نبوده. بله. متاسفانه ما امروزه بعضی کودک های را میبینیم که بر علاوه دچار نقص شنوایی هست دچار عقب ماندگی ذهنی هم است، معلولیت بینایی هم داره. بنابراین این مورد باید بررسی شود. یک استاد باید این را بفهمه و بدانه که در این مورد مشکل نداشته باشه و سایر مواردی که در این مورد خیلی مهم است و باید جدی گرفته شده استاد باید بفهمه و بدانه که توانایی ها و استعدادهاش در چه حد است، علایق شناسایی شود. این میتونه برش کمک کننده باشه. یکی از موارد دیگری که استاد باید مهارت داشته باشه و باید بفهمه که زمانی که با یک کودک ناشنوا کار میکنه، با یک کودکی که محدود است، اگر علاقمندی نداره و نمیخواه مهارت را یاد بگیره، هیچگاهی با دیگر کودک ها همکار نمیشه یا یک ویژگی خاص خود را داره، با این ویژگی خاص کودک چگونه برخورد کنه.
و در ضمن باید یک استاد که با کودک ناشنوا یا کودکی کار میکنه که مشکل داره همیشه باید بفهمه که راز موفقیت یک معلم چی هست. اگر رازهای موفقیت یک معلم را بفهمه میتونه خود را با او معیارها تنظیم کنه، او معیارها را در خود ایجاد کنه و بیشتر موفق بدرخشه. مثلا یکی از مواردی که برای یک استاد خیلی مهم است که باید او را جدی بگیره این است که هیچ گاهی توقعش از یک کودکی که ناشنوا هست زیاد نباشه. خیلی از اوقات ما توقع داریم که یک کودک که سالم نیست او موارد مثلا میخواهیم در جلسه اول همراه ما همکار باشه. این کاملا درست نیست، چون کودک در جلسه اول ممکن هیچ همراه ما همکاری نداشته باشه و این توقع ما نادرست است و ما من حیث یک معلم یک آموزگار باید بفهمیم که در جلسات ابتدایی با یک کودک چگونه کار میشه، با یک کودکی که دچار نقص شنوایی است. مثلا در اولین جلسه اعتماد سازی هست، ایجاد ارتباط است، متوجه بودن به رفتارهای خاص یک کودک است که دچار نقص شنوایی است. و مورد بعدی که خیلی مهم است در اولین جلسات ما باید زیاد ابراز محبت و ابراز علاقه نسبت به یک کودک ناشنوا کنیم تا باشه و بیا و همکار شه و مهارت را یاد بگیره. اگر ما صبور نباشیم، ابراز محبت نکنیم، رفتار ما مناسب نباشه، حوصله‌مند نباشیم، مهربانی از خود ابراز نکنیم، ما چطور میتونیم برای کودک مهارت را یاد بدیم؟ بنان یک استاد با کودکان ناشنوا و همچنان معلولین دیگه که کودک هستن در طفولیت قرار دارن امی هست که مهربان باشیم، باید با اونا صبور باشیم و امی نکات. دقیقاً. خب جناب رویین صاحب، با بیشتر محدوده شنوایی گفتیم. اگر ما این رو در نظر بگیریم که من مقاله را خواندم که در او پژوهش شده بود راجع به شنوایی انسان که از 20 هرتز الی 20 کیلو هرتز محدوده شنوایی انسان هست. قبل از این که خانواده متوجه شوه، شاید متوجه شوه اما در نظر نگیره گپا. بعد از او پیش معلم و یا هم پیش کسی ببره آموزگار که با این کار کنه. آیا بر معلم و یا آموزگاری که زیر دستش خود طفل که شنواییش کم است، محدودیش کم است، آیا این لازم هست که با دکتر معرفی کنه این کودک را یا نه؟ و یا هم خانوادهش مجبور به این کنه که این را پیش دکتر ببرن؟ دو مورد را میخوایم اشاره کنم. اول اگر از لحاظ جسمی معاینات شوه خیلی خوب است که حتی موارد داخلی گوش، اعضای داخلی گوش که چک شود که مشکل اساسی در کجا هست. یک مورد. دومین مورد اگر کودک مطلق ناشنوا باشه خو یک بحث جدا هست. اگر کودک شنوایی داشته باشه اما ناقص باشه، در یک محدوده باشه و این میشه که صداها را بشنوه اما با کیفیت پایین، با تشخیص ضعیف، با موارد بسیار اندک. یعنی در این موارد نیاز اگر به دکتر نیاز باشه خوب است، اما در خیلی از موارد ایجاب نمیکنه. و محدوده صداها که بیشتر اشاره کردین این ثابت است. معمولا صداهایی که اکثرا در صنف و در برخوردها استفاده میشه صداهایی است که در محدوده شنوایی هست. اما صدای یک مثلا یک بم، صدای یک ناگوار، این صداها که از هرتزش بالا هست. اما معمولا صداهایی که در ما صحبت میکنیم و در صنف است، این صداهایی است که در محدوده شنوایی مشکل نیست. اگر کودک دچار نقص شنوایی باشه میتونه بسیار راحت صداها را بشنوه. اما مشابهت ها و درست تفکیک نکردن در کودکایی که دچار نقص شنوایی هستند وجود داره. زنده باشین. تشکر روی این سبزی که به برنامه تشریف آوردین و وقت دادین و تشکر از بیننده های عزیزی که تا آخرین دقایق برنامه بیننده برنامه خود یعنی برنامه سنگ صبور بودن. فراموش نکنید که برنامه های ما مسائلش زنجیره‌ای هست و در برنامه دیگه هم روی معلولیت انشالله صحبت خواهیم داشت. کدام معلولیت هست در برنامه بعدی با هم باشین. این بود برنامه سنگ صبور که تقدیم شما شد در این هفته. تا برنامه بعد شما را به خداوند لعظال میسپاریم. الله نگهدار و حافظ. 7 فناوری برای ناشنوایان. با پیشرفت فناوری‌های مختلف، ابزارهای کمکی برای ناشنوایان فقط به سمعک‌های ساده محدود نمی‌شود. محققان پروژه‌های تحقیقاتی مختلف با هدف کمک به ناشنوایان انجام داده‌اند.
از دست هوشمندی که محاورات را به زبان اشاره ترجمه می کند تا دستکش های هوشمندی که زبان اشاره را به زبان گفتاری ترجمه می کند و سمعکی که می تواند امواج مغز را بخواند. در همین راستا در زیر برخی از پروژه های تحقیقاتی جالبی که در این اواخر برای کمک به افراد ناشنوا انجام شده را بررسی می کنیم. پروژه اصلان. آواز خواندن سرگرم کننده است، اما اگر شنونده متوجه آن نشود کار کمی مشکل و البته کسل کننده می شود. در همین راستا طی سالهای اخیر محققان در دانشگاه آنتراپ بلژیک مشغول اجرای پروژه های رباتیک مختلف هستند. آنها با کمک پرینتر سه‌بعدی یک بازوی رباتیک ساخته‌اند که می تواند کلمات نوشته شده و اصوات را به زبان اشاره ترجمه کند. این دستگاه با استفاده از یک دوربین کلمات را تشخیص می دهد و با کمک حرکات دست حرف به حرف ترجمه می کند. البته این پروژه اکنون قابل اجرا نیست. دوربین هایی که کلمات را ترجمه می کنند. یک رباتی که کلمات را به زبان اشاره ترجمه می کند بسیار جالب است، اما برای انجام محاوره نیاز به یک فناوری است که بتواند زبان اشاره را به صوت یا متن و یا بالعکس تبدیل کند. در همین راستا یک استارتاپ در آمریکا به نام کینسترنس دوربین سه‌بعدی و میکروفون همراه با آن ساخته که تعیین می کند چی چیزی گفته می شود و سپس آن را به سرعت و با دقت برای طرف دیگر محاوره ترجمه می کند. با گفته سازندگان این سیستم می تواند هزاران واژه را به زبان اشاره با دقت 98% بشناسد. همچنین به چند زبان نیز مسلط است. دستکش هوشمند و ارزان زبان اشاره را ترجمه می کند. محققان دانشگاه سانتیاگوی کالیفرنیا یک دستکش هوشمند ارزان قیمت ابداع کرده اند که می تواند به طور خودکار زبان اشاره آمریکایی را به متن دیجیتالی ترجمه کند که روی نمایشگر یا تلفن هوشمند ظاهر می شود. برای استفاده از دستکش کاربر باید حروف را با زبان اشاره نشان دهد. این کلمات به دلیل واریانس در مقاومت الکتریکی شناسایی می شوند. اجزای این دستکش هوشمند با کمتر از $100 ساخته می شوند. فناوری تبدیل صوت به متن. با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه شناسایی کلمات شده، فناوری تبدیل کلمات به متن هر روز ارتقا می‌یابد. اما این فناوری همیشه برای شرایط مناسب نیست که چند نفر مشغول صحبت باشند. در همین راستا کارآفرینان هلندی یک فناوری جدید به نام اسپیکسی را ابداع کردند. این گجت با استفاده از میکروفون هایی که به لباس متصل می شود فناوری ارسال اشعه صدای هر فرد را از پس زمینه جدا می کند. در نتیجه محاوره را به یک متن نوشتاری تبدیل می کند که در آن حرف های افراد مختلف در رنگ های متمایز نشان داده می شوند. این متون در تبلت یا موبایل های هوشمند نشان داده می شود. سمعک با قابلیت خوانش امواج مغز. محققان دانشگاه مهندسی و علوم کاربردی کلمبیا مشغول ساخت یک سمعک جدید هستند که به کاربر خود در شرایط مانند اتاق شلوغ کمک می کند. این دستگاه با رصد امواج مغز کار می کند و سپس با استفاده از شبکه عمیق عصبی سخنان را ردیابی می کند که شنونده روی آنها تمرکز کند. این پروژه هنوز در مرحله تحقیقات است. سمعک های خورشیدی. همان طوری که نام این گجت نشان می دهد، این سمعک با نور خورشید کار می کند و عمر باتری های آن 2 تا 3 سال است. بهای این سمعک ها نیز بسیار ارزانتر از نمونه های معمولی است.